لشکریان آسمان ها و زمین از آن خداست و او قدرتمند و حکیم است. ما تو را به عنوان پیامبری شاهد، مژده دهنده و هشدار دهنده فرستادیم تا همه به خداوند و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و گرامیش دارید و او را هر صبح و شام تسبیح گویید. کسانی که دست بیعت به تو میدهند در حقیقت با خدا بیعت کردند. دست خدا بالای دست آنان است. پس کسی که عهدش را بشکند به زیان خود رفتار کرده است و هر کس به عهدی که با خدا بسته وفادار بماند به زودی او را پاداشی بزرگ عطا نماید. به زودی اعراب بادیه نشینی که در حرکت به سوی مکه با تو نیامدند خواهند گفت ما گرفتار اموال و خانواده شدیم، پس برای ما از خداوند آمرزش بخواه، حالان که چیزی را بر زبان می آورند که در دلهایشان نیست. بگو اگر خداوند بخواهد آسیبی به شما برساند و یا نفعی شامل حالتان کند، چه کسی می تواند در برابر خدا مانع آن شود؟ بدانید که خداوند از عملکردتان آگاه است. نه، شما گمان می کردید که دیگر هرگز پیامبر و اهل ایمان به سوی خانواده‌هایشان بر نمی گردند و به این دل خوش بودید و گمان بد زدید، زیرا شما جماعتی نابود شدنی هستید.